رفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، دیدم دارن هر حجره ایزم خودش قبل از من خورده بود. اینا آدم نمیشن تا آخر دنیا. واقعا من تعجب میکنم، واقعا اینا آدم نمیشن. دیدم که بارون گل نثار جون. آقا تو مال این خاک بر سرم کنن که هنوز این هارد دیلیت نشده. هزار نکته باریک‌تر زمون اینجا حقیقتا خیلی جالبه. یعنی این چی داره میگه؟ این کجا بود؟ این کجا بود؟ میگه 2 نصف شب دیگه که سیستم غذایی که خوابه، زرقامی هم که نیستش اینا. یه روز حال کنیم فعلا. نه یه خورده فکر کنیم دم بکشه. نه بابا، دم کشیدن نیاز نداره. خرطوخنیه که بیا و ببین. می حوزه رو جمع میکنی، هارد این سردار قاسمی قاط میزنه. هارد اونو دیلیت میکنی، بسیجی جفتک میزنه. ما که توسن شماییم و مخلص، ولی از این پرت و پلاها که شنیدیم معلومه که یه پیزوری لای پالون ایناست و یه مسائلی وجود داره. خیلی مسئله هست این وسط همچین وسط هم نیست ها. عظما خیلی تلاش میکنه بکشونش به این گوشه موشا، اما خاندایی ما گفته توسن گرد سیاست نچرخ، پدر و مادر نداره، بپا که افسار سیاست سرت نره. واسه همین مخلص شما واردش نمیشه. ما میذاریم که انتر و عظما ببخشید میذاریم همین انتر و لوتی با هم دیگه حال کنن. فرمودن آقا وقتی که میاید این میله های مرزی رو برمیدارید، حضرت آقا فرمودن با برداشتن این میله های مرزی یه سری خودی ها قاط میزنن، چون تشخیص میدن مرزش، میرن اون بر تو صف دشمن. این اتفاقی که افتاده الان برای ما، داداش از دست دادیم، آبجی از دست دادیم، کلی از تو خانواده هامون رفتن تو صف دشمن. سوار زن و بچه هم نیستم الان من که. ناچست تو خودت باید سواری بدی. یونجت زیادی کرده با اون قیافت 6 متر توی آفسایدی. اما خب معلومه که خیلی ترسیدی. حالا چی شده؟ تلفات الا ماشاءالله هر روز چقدر حالا ریزشی داریم، چقدر رویشی داریم، آمار نداریم که چه اتفاقی داره میفته. اما ریزشی هایی که داریم میبینیم. نه بابا، آمار نمیخواد. قیافه عظما خودش تابلوه. تو میله مرزی رو بپا. میله ها رو وقتی برمیداری خودی ها میرن اون طرف و از اون طرف آقا خیلی قشنگ میگن دشمن هم وقتی میبینه که این ور خبری نیستش اینا حریص میشه که هجوم بکنه بیاد تو. عجب. پس بگو چرا این عظما و انتر مدام به هم دیگه دارن شاخ میزنن؟ زمین صفر شده دیگه. اما تو این خرط و الاغی دیشب یه چی بود که میگفت بد جوری خط بستن. آقا خط خالیه، علیرغم همه مدل که رفیقت فیلم بازی میکنه اونجا اینا، خبر داره جبهه چه خبر داره. پشت جبهه خبر داره که تحریم ها و تهدیدها تأثیر گذاشته. اینا نشستن عقب دارن تحلیل میکنن. خط خالیه. آها افتاد. خودمونیم سردار قاسی. چند سال دیگه درس بخونی قبولت داریم، واسه خودت خری میشی. ولی تا اون روز افسارتو صفر ببند که کارت به میله مرزی نکشه ها.